سلام امروزم یه سلام با صفای اول مهری به همه برا بچه های مدرسه و دانشگاهه. رفقا، همچی که خبر جمع و جور کردن کیف مدرسه و کفش و کلاه کردن دانش آموزا و دانشجوها به گوش سیدعلی رسید، جسم ناقصش مثل ژله شروع کرد به بندری زدن. حالا عظما چپ میره راست میاد، روزه آرامش میخونه. پایان شهریور ماه یعنی سلام دوباره به ازدحام حتی کوچه پس کوچه های این شهر. انگار همه تهران بسیج می شود تا محصلان پایتخت با آرامش و آسایش مهر خود را آغاز کنند. بله، یه مهری برات آغاز میکنیم که اون سرش ناپیدا. منظورش اینه که آهای اراذل و اوباش نیروی انتظامی و بسیج و باقی سگ و سیله های نظام بسیج شید تا این ازدحام کوچه های شهر یهو آرامش و آسایش سیدعلی رو به هم نزنه. یه کاری کنید طرف بکنه همه چی آرومه. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم، تو به من دل بستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. البته چون اوضاع ولایت خیلی کیش میشیه نباید بیگدار به آب زد. دایناسور شورای نگهبان یعنی جنتی لعنتی یه پیشنهاد بی درد سر داره که هم توش چماق سرکوب هست هم حفظ آرامش. ملاحظه کنید. چرا یه دختر دانشجو که میخواد اینجا بیاد درس بکنه و بعدش یه سمتی بگیره، فست بگیره و این مسئولیت به عهده بگیره، چرا باید بند حجاب باشه؟ چرا خیلی ها به من گفتن، شما هم لابد شنیده اید که با حجاب و حجاب مناسب و با چادر میره تو دانشگاه، اون چادر رو برمیداره. چرا اینجوره؟ چرا دانشگاه باید مرکز این چیزا باشه، جای این چیزا باشه؟ تو دانشگاه دانشجو نمره میخواد، هر چی بهش بگی برای این نمره گوش میده. بگی خانم دانشجو شما اگر خواستی بیاید تو دانشگاه، دم دانشگاه مأمور گذاشتیم، اگر حجابت بند بود شما راه نمیدن، و اگر هم احیانا راه دادن اومدی بدون در نمرت اثر میذاره، در انضباطت اثر میذاره. مسلم اینا عمل میکنن چون خرجی که نداره براشون، زحمتی هم که نداره، یه حجابیست به پوشش اسلامی میخواد، این کار میکنن. ای خاک بر سر توی هافافو و ولی فقیه قزمیتت بکنن. آخه سوت مشنگ، اینم شد اقتدار؟ دانشجو رو از نمره میترسونی؟ بابا سیدعلی گفت نرمش قهرمانانه، ولی فکر نمی کردیم کارش به اینجا بکشه که لنگاشو 180 درجه هم وا کنه. آخه اگه دانشجو قرار بود از ترس نمره بیاد زیر عبای مولا، که اون وقت امام هندی مجبور نمیشد کودتای فرهنگی را بیاندازه و از ترس دانشگاه پس بیفته. یادت رفته؟ ما از دانشگاه استعماری میترسیم، ما از دانشگاهی میترسیم که جوانهای ما را اونطور تربیت کنند که خدمت غرب بکنند. ما از دانشگاهی میترسیم که اونطور جوانهای ما را تربیت کنند که خدمت به کمونیست کنند. آره بترسید، هم بترسید هم بلرزید و هم کپتونو بذارید و بمیرید. آخه آخوند کپک زده قرون وسطایی رو چه به علم، دانشجو و دانشگاه، دم همه دانشجوها و دانش آموزای موشکاف گرم که الفبای دراز کردن سیدعلی رو خوب از برن. برو بریم الفبا رو. الف میگم امروز که بردی فردا هم تو میبری، میگم بزن به ملا سیدی محکم تری، تو آخور ولایت اومد
نده باز زلزله سه ثواب شور و شادی سر صدا و بلبله داشتم جمالش عشق پیروزی تو چه حالی داره بهروزی تو هم میخوام این یکی رو هیچی نگم خیالت راحته از درد و غم دنیا ببین سیم نظام پاره شده شما بگی سیدعلی بیچاره شده سیدعلی بیچاره شده وای 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 زاد و عین و غین و فه و قاف و کاف و گاف و لام و نون نمیدونم یا میگه تموم شده وا وقتم دیگه تموم شده همیشه ما پیش شما حاضری یواش یا تموم باز بری